بسم الله الرحمن الرحیم. فقهای بزرگوار شیعه و بزرگترین علمای اخلاق و عرفان نکات مهمی رو در رابطه با احکام آموزی و اهمیت فراگیری مسائل شرعی بیان فرمودند. چند مورد از این بیانات رو خدمت شما بزرگواران عرض می کنم. آیت الله شیخ محمد بهاری همدانی رحمت الله علیه فرمودند که و تحصیل تقوا محتاج به چند چیز است که چاره ندارد از آنها. یکی پرهیز از معاصی است. باید معاصی را یعنی گناهان را تفصیلاً یاد بگیرد، هر یک را در مقام خود ترک نماید که از جمله معاصی است ترک واجبات. پس باید واجبات خود را به مقدار وسع و ابتلاع به آنها یاد گرفته عمل نماید و این واضح است که با معصیت کاری اسباب محبت و معرفت نخواهد شد اگر اسباب عداوت نباشد. آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه فرمودند نسبت به انجام واجبات مقید باشید، محرمات الهی را ترک کنید و برای رسیدن به معارف اهل بیت علیهم السلام به جای بندگی هوای نفس بنده خدا باشید. آیت الله العظمای بهجت رحمت الله علیه فرمودند شخصی به دیگری گفت برای گرفتاری ها ختمی به ما بدهید. او در جواب گفت ختمی مجرب در نظر دارم و آن فقه آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین است. مرحوم ملا حسین قلی همدانی که از عرفای به نام شیعه است، ایشون فرمودند به جز التزام به شرع شریف در تمام حرکات، سکنات، تکلمات، لحظات و غیرها راهی به قرب حضرت ملک الموت جل جلاله نیست. آیت الله العظمای سیستانی حفظه الله فرمودند که یکی از مهمترین واجبات دین مبین اسلام که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد فراگیری احکام دین است که درک و فهم درست نسبت به مسائل آن و عمل بر طبق آن تضمین کننده سعادت انسان است. آیت الله خوشوقت رحمت الله علیه فرمودند رساله عملیه کتاب سعادت ساز شماست. رساله مرجع تقلید و هر کتابی که در بردارنده فتوای مرجع تقلید شماست اولین کتابی است که بر همه مسلمانان واجب است آن را بخوانند و یاد بگیرند و بعد عمل کنند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند ما چیزی جز پیاده شدن احکام اسلام در جهان نمیخواهیم. و مقام معظم رهبری فرمودند که اگر ما به احکام اسلامی عمل بکنیم، اگر جامعه اسلامی ایمان اسلامی را همراه با عمل به مقررات الهی تعقیب بکند، همان چیزی اتفاق خواهد افتاد که بشریت در طول تاریخ به دنبال آن بوده است. یعنی چه؟ یعنی آسایش و رفاه مادی همراه با تکامل و پیشرفت و عروج معنوی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.